سلام و درود. خیلی خوش اومدید. در این ویدیو قرار هست در مورد طلاق صحبت بکنم، اینکه چگونه طلاق به وجود می آید. ازدواج چیزی است که سر مسیر خیلی هامون قرار داره، اما متاسفانه اخیراً آمار طلاق بالا رفته. اگر علاقه‌مند هستید با چگونگی رخداد طلاق آشنا بشوید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. توجه به این نکته خیلی ضروری هستش که پدیده‌های اجتماعی نظیر طلاق میتونن بی نهایت علت داشته باشند و تقریباً کسی نمیتونه ادعا بکنه که علت اصلی طلاق چی هستش. بنابر این موضوع من در این ویدیو شاید تونسته باشم تنها قسمت کوچکی رو از پدیده‌ای به اسم طلاق تشریح کرده باشم. با من همراه باشید. تقریبا هیچ چیزی نیست که به صورت ناگهانی رخ بده. برای ریشه یابی هر چیزی باید به گذشته اون و آنچه که اطراف اون قرار داره رجوع بکنیم. پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی معتقد هستش که ما آن چیزی را انتخاب می‌کنیم که ذهن ما را خوشنود سازد. به بیان دیگر، ما در فعل و انفعالات خودمون به ذهن مراجعه می‌کنیم. در واقع پیر بوردیو معتقد به عادتواره ها هستند. عادتواره چیزی هستش که انجام کاری رو ضرورت میبخشه. ساختارها و الگوهای ذهنی هستند که مسیر ما را مشخص میکنند. حتی درستی یا نادرستی چیزی را بر مبنای ذهن تشخیص میدهیم. پیر بوردیو معتقد هستش که ما کنش‌های خودمون رو با ذهن مطابقت میدهیم با ساختارها و الگوهایی که وجود دارد. بنابراین انسان فعل و انفعالات خود را الگومند و ساختارمند و در قالب چارچوب به انجام میرسانند و همین چارچوب ها هستند که به زندگی ما نظم میبخشند. ممکن است رسم و رسوم یک منطقه برای ما خنده آور باشند، چرا که ما آشنایی کافی با آن رسم و رسوم نداریم، شناختی از آنها نداریم و حس نزدیکی با آنها نمی کنیم. اما برای اهالی آن منطقه کاملا عادی هستند. گویا ما چیزی رو انجام می دهیم که احساس نزدیکی با آن بکنیم و منطبق با ساختارها و الگوهای ما باشند. این گونه نظم در تمامی زندگی ما قابل پیگیری هست. در هنگام خرید لباسی را انتخاب می‌کنیم که مطابق با سلیقه ما باشد. در تعاملات اجتماعی سراغ کسی می‌رویم که نزدیک به ما باشد و دوستی را انتخاب می‌کنیم که در بیشتر موارد مثل ما فکر بکند و مشابه ما باشد. همسری را انتخاب می‌کنیم که یک حس نزدیکی بین ما وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد این منطق در تحلیل موارد کلانتری مثل طلاق باز به ما کمک کند. میتوان گفت طلاق به سراغ خانواده‌هایی میرود که خودشان طلاق را دعوت کرده باشند. تا زمانی که یک خانواده زمینه طلاق نداشته باشد، از گزند آن در امان خواهد ماند.
بسیاری از محققان طلاق را به مشکلات اقتصادی ربط می‌دهند. خیلی ها هم هستند به سراغ علتهای روانشناختی می‌روند. اما در کل میتوان گفت که طلاق زمانی به سراغ یک زوج می‌رود که آن زوج زمینه طلاق را فراهم کرده باشند و طلاق حس نزدیکی کند با آن زوج. برای نمونه به تحقیقی که رضازاده و همکارانش انجام دادند توجه بکنید. رضازاده و همکارانش تحقیقی را در سال 1397 در زمینه عوامل طلاق انجام دادند و به این نتیجه رسیدند در دوران پیش از ازدواج توجه نکردن به عوامل مهمی میتواند خطرپذیری ازدواج را افزایش دهد. از جمله این عوامل وجود سابقه طلاق در خانواده فرد، داشتن ازدواج قبلی، ازدواج اجباری، مخالفت خانواده با ازدواج فرد است. می‌بینید که طلاق از منطق ما پیروی می‌کند و به صورت ناگهانی و یک شب اتفاق نمی‌افتد، بلکه طلاق نتیجه رابطه مریض آلود زوجین است. به بیان دیگر، تا زمانی که بستر و محیط مناسبی رو برای طلاق فراهم نکرده باشیم، از آن در امان خواهیم ماند. در اینجا مهمتر از ذکر عوامل متفاوت طلاق تأکید بر منطقی است که طلاق از آن پیروی می کند، منطقی که در پیشتر به آن اشاره کردیم. گویا زندگی اجتماعی ما نیز از منطق بوردیو پیروی می کند و مصداقاً طلاق سراغ خانواده هایی می رود که احساس نزدیکی با آن بکنند و خانواده هایی که تصور طلاق نداشته باشند و زمینه‌ای برای آن فراهم نکرده باشند در امان خواهد ماند. می توان اینطور گفت که طلاق وارد خانه‌ای می شود که احساس غربت نکند و اعضای آن خانه از پیش چنین روزی، یعنی روز آمدن طلاق را پیش بینی کرده باشند. ما در زندگی خود عناصر هم نوای خود را جذب می کنیم. جدایی گریبانگیر کسانی می شود که به صورت بالقوه آماده پذیرای آن باشند و تا زمانی که جدایی اقتضای شرایط کنونی زوج نباشد به وجود نخواهد آمد. حال این را می‌دانیم که طلاق جذب شرایط و بستر فراهم شده خود می شود. می توانیم با حذف کشمکش ها، درگیری ها و مشاجره ها آن را از خود دور بکنیم.